درود و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. در خدمت همکار عزیز و محترم آقای دکتر نیازی هستیم. امروز میخوایم راجع به خلق ثروت و راههایی که میتونه کمک کنه شما در کشور استرالیا به دارایی‌های خودتون بیافزایید و بتونید ثروت در واقع بیشتر ایجاد بکنیم صحبت بکنیم. خیلی ممنون آقای دکتر تشریف آوردید. میخوایم که اگه امکان داشته باشه با توجه به دانش عمیق و تجربه بسیار زیادی که در این زمینه در کشور استرالیا دارید به مخاطبین ما لطف بفرمایید که راههایی رو که میتونن در واقع ثروت خودشون رو افزایش بدن، میتونن به صورت قانونی و با استفاده از فعالیتی که میکنن، درآمدی که دارن و یا سرمایه‌گذاری که میکنن به سمت بهتر شدن وضعیت دارایی‌های خودشون حرکت بکنن رو توضیح بدید و از راهنمایی شما استفاده کنید. خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتون. ببینید، تا قبل از این یک حسابدار در حقیقت کارهای فقط تکس ریترن و حسابداری و امور حسابداری را انجام میداد. در مقطع کنونی و در حال حاضر این نقش داره پر اهمیت تر میشه، یعنی به عنوان ویرچوال فاینانشیال دایرکتور یا ویرچوال فاینانشیال منیجر یا مدیر مالی مجازی در حقیقت میشوند. به چه معنی هست؟ در حقیقت فقط نقش یک حسابدار را نداره یک حسابدار، اون یک نقش مدیر مالی را هم داره برای اون فردی که کلاینتش هست داره اجرا میکنه. به چه صورت این کار رو انجام میده؟ خب خیلی از دوستان ما هستن، به خصوص افرادی که درآمدهای بالایی دارن، حالا پزشکان و پیراپزشکان هستن یا مهندسین سنیور هستن، اساتید دانشگاه هستن. اینها در وهله اول به ما میگن که ما چجوری میتوانیم یه کاری انجام بدهیم که به صورت قانونی مالیاتمون کاهش پیدا بکنه. خب در این نقطه با ایجاد خلق ثروت در حقیقت و سرمایه گذاری در استرالیا راههایی وجود داره که شما میتوانید خلق ثروت بکنید و علاوه بر اون بتونید مالیات خودتون رو کاهش بدید. به عنوان مثال شما در حال حاضر هر سال میتوانید در امسال سقف سوپرفاندتون شده $30,000. شما کارفرمای شما به عنوان مثال $10,000 $15,000 از سهم خودش به عنوان سوپر گارانتی به سوپرفاند شما واریز میکنه. شما میتوانید تا سقف $30,000 خودتون واریز بکنید و از مزایای مالیاتیش استفاده بکنید. به چه صورت؟ شما اگر $20,000 در سوپرفاند خودتون سلف کانتریبیوت بکنید و نرخ نهایی مالیات شما به عنوان مثال 40% باشد یا 47%، خیلی از پزشکان و پیراپزشکان رو سقف 47% خواهند، 40% باشد، این میزان 20,000 تایی که شما در حقیقت واریز کردید به سوپرفاندتون و یک ثروتی برای آینده خودتون اندوخته کردید، 40% از مالیات شما کاهش پیدا میکنه. چطوری این اتفاق میفته؟ این قسمتشو یه خورده بیشتر توضیح بدین، چون شما اشاره کردید به کم کردن مالیات پرداختی و بعد اشاره کردید به خلق ثروت. واسه اینکه دوستان عزیز بتونن قشنگ این فرایند رو متوجه بشن، من ممنون میشم که این قسمت رو توضیح بیشتری بدید. ضمن اینکه آیا این، حالا شما اشاره کردید به صندوق‌های بازنشستگی یا همون در واقع سلف سوپر فاند ها، آیا اینا مینیمومی دارن؟ بعد نیستش که حالا که به این مقوله اشاره کردید بیشتر توضیح بدید راجع بهش. حتما کوروش جان. ببین، مثالی که میزنم به این صورت هست. فرض مثال شما سقف درآمدتون تکسبل اینکامتون $250,000 هست و به عنوان مثال نرخ نهایی مالیات شما 40% هست. خب شما باید روی این مبلغی که $250,000 هست، مارجینال ریت شما 40% هست. اگر شما $20,000 خودتون بیاین به صندوق بازنشستگیتون سلف کانتریبیوت بکنید، تکسبل اینکام شما می شود $230,000.
بدون که $20,000 شما از تکسبل اینکامتون کم کردید. درسته که در سوپر فاند شما 15% مالیات میخوره، ولی شما ثروتی ایجاد کردید برای آینده، در صندوق بازنشستگی خودتون سرمایه گذاری کردید. 20,000 تا ضرب در 40% یعنی اینکه ATO $8,000 در آن واریزی شما شریک هست. خب اینجوری شما $8,000 به راحتی مالیاتتون رو کاهش میدید. یا به عنوان مثال شما میان سرمایه گذاری میکنید. ما در سرمایه گذاری در پروپرتی ها یه پوزیتیو گیرینگ داریم، یه نگاتیو گیرینگ داریم. این خیلی مورد خوبیه. من خواهشم اینه که این رو هم اگه امکان داره باز کنید به صورت ملموس که شنوندگان ما بتونن با این واژه ها آشنایی بیشتری داشته باشن. حتما خدمتتون عرض کنم. ببینید شما یه خونه اینوستمنت پراپرتی سرمایه گذاری میکنید و شما در زمانی که درآمدتون بالا هست، چیزی که میتونه کمکتون بکنه این هست که نگاتیو گیرینگ داشته باشه. یعنی پراپرتی یعنی این که شما در سال $40,000 این خونه رو میدید اجاره. درسته. و در عین حال به عنوان مثال $1,000,000 لون دارید روی این خونه و نرخ در حقیقت بهره شما 6% هست مثلا. خب با سایر هزینه هاش که حساب میکنید، مثلا کانسیل، هزینه اینشورنس، کلینینگ، همه هزینه های دیگر رو که حساب میکنیم، دیپریشیشن، شما در حقیقت $70,000 هزینه دارید. درسته. اینترست، همه این موارد. در نتیجه $70,000 رو اگر به عنوان منفی حساب بکنید و $40,000 رو مثبت در نظر بگیرید، شما $30,000 نگاتیو گیرینگ دارید. بله. خب این $30,000 نرخ نهایی مالیات شما مجدداً اگر $250,000 مثلا باشه، ما میگیم 40% هست. خب $250,000 اینکام داشته باشید، $250,000 تکسبل اینکام شما باشه که روی اون میان مالیات حساب میشه و ما مثال میزنیم نرخ نهایی مالیات شما 40% باشه. خب شما در اینجا $30,000 روی اینوستمنت پراپرتیتون نگاتیو گیرینگ داشتید. اگر 40% ضرب در $30,000 بشود، به معنی این هست که $12,000 اون $12,000 مالیات شما کاهش پیدا میکنه. یعنی در واقع اون هزینه‌ای که بابت داشتن پراپرتی اینوستمنت هست با نرخ مالیاتی که شما باید پرداخت بکنید کم میشه از مبلغ مالیاتی که باید در واقع شما تکس ریترنش بکنید. آفرین. یعنی شما به جای این که مثلا شما $50,000 پایان سال مالیات بدهید، شما $38,000 مالیات میدهید، چون 40% ضرب در 30,000 تا 12,000 تا از تکسبل اینکام شما کاهش پیدا کرده. خب من احساس می‌کنم که این بیشتر به درد دوستانی میخوره که درآمدهای بالاتر دارن. به خاطر همین عرض کردم خدمتتون در ابتدای عرایضم، اینو عرض کردم خدمتتون که برای شما، برای کسایی هست که درآمد بالایی دارن، پزشکان و پیراپزشکان هستن، مهندسان سنیور هستن یا دکتران هستن، اساتید دانشگاه هستن، اینها افرادی هستن که های اینکام هستن و اینها تمایل دارن که سرمایه گذاری بکنن و مالیاتشون هم کاهش پیدا بکنه. خب راهکارهایی که وجود داره این موارد هست که میتونن استفاده بکنن. راهکارهای دیگری هم داره که بتونن مدیریت سرمایه گذاریشون رو در اختیار خودشون بگیرن. یکی از مواردی که به اون